اگه داخل کانادا با اقامت موقت هستین و هنوز اقامت دائم نگرفتین، این ویدیو برای شماست. چند روز پیش اداره مهاجرت اعلام کرد که برای افرادی که داخل کانادا هستن میخواد یک روش جدیدی رو بذاره که راحت‌تر بتونن در اقامت دائم بگیرن. این یعنی احتمالاً شامل دراهای CC Canadian Experience Class و یا TR2PR که پروگرامی بود که قبلا باز شده بود خواهیم بود. احتمالاً هنوز جزئیاتی اعلام نشده، اما توصیه من به شما چیه؟ لطفاً اگه میتونین برای یکی از آزمون‌های اصلی زبان کانادا اقدام بکنین، چه انگلیسی چه فرانسه. اطلاعات بیشترش رو داخل کپشن می‌نویسم. در مرحله دوم از هر کشوری که بیشتر از 180 روز اقامت داشتین، لطفاً برگه عدم سوء پیشینتون رو بگیرید. مورد سوم، لطفاً تمام مدارکتون اگر به زبانی غیر از انگلیسی یا فرانسه هست ترجمه کنین. و مورد چهارم، لطفاً از جایی که کار میکنین نامه اشتغال به کار بگیرین. مورد پنجم، اگه هنوز کار نمیکنین لطفاً توی یکی از ناک‌های 1 2 3 مشغول به کار بشین. مورد ششم، لطفاً پاسپورت ولید داشته باشین. اگه انقضای پاسپورتتون رو به اتمامه، پاسپورت جدید بگیرین. اگه سوالی بود ما در خدمتتون هستیم.